Rahim Production. بامدی فقط همه کلیت‌های مرا چند تا پارا روی من چند سون کار میکردم من بگی تزین تا بداو نه برام کلیت برا اون یا پارا اوما دختر چی میگی؟ تالبنده ای؟ تالبنده بگی ماذا چی میگی؟ پول در کن است ها او همی تالبنده یا نه نقاق متالبه یا تنگه متالبه دیگه چی میتالبه؟ راست میگه مرا سالهای سال تالبندگی کردم پولی قلیل جمع کردم حالی زنگیرم تو زن یافتن ما که نومر به طالبم چی؟ فیده جانم زدن همه یک کس گفت مرا گوش نمیکنه چیله؟ چیله؟ داگی جا مگردی تو؟ چه قدر بو؟ داگی جا مگردی؟ اینجا بدوشتم اما آواز هندوکا را گیری چیکارت میکنه ها؟ جو کمی هندوکا تو را نفاری آخی نه نمیفارم از سبا ما ویران کده من هم بیا آواز تو هم اتابا نمیفارا یه چی آوازی لگنده چی دو داشتم؟ چام جا قدسته چی هندوکا را سکو تو هندوکا را چی خیلی سوزر میگه حق شم قاقشن مرداقی دیگرمی چام زاده که هندوکا را سکو با چه ترکا این بیوه روز نداده بیچوره این بچه ما روز نمیته زیر نشه بچه همین روز خدا خواهد بیوه اوچت خلاص میشیم خوری دکتر ملده گوش کن چیلا چون در پریتی من خوش میشه مرا نگه در چی میوتا گه بیوتا در گوش کن تا این دو کار اصل کدام پلان را گشتن که من یه پلانی زود دارم سری آچتا همین روز میخرم الله اکبر یه همسایه یه راه نشون داد گفت که هی پلانی هم چیلا در زمین های خاکستر تو ده نمیگه اینای بده عبید احمد چینا میشه کو جین نبرومده جین همین چند کسا کاشا بود که دی کسا توی جا آغشی آچتا بکب گرفتن که من سری آچتا میخرم این روز آچت خلاص آچی نوک کالی یارو تمام شنجا اپه این دوک داو هم ملده سکیلا اینجا بیا مردک خون دندلی جگر ما نه برچه گب ما گوش میکنه نه خودت آی سرام سفید شده آی دستی شما را موی سرم نما پیر شده ای خدا بترزی یک گردک زنب تا بگی همون سر ما سفید کردن باز چی میگی موی تا دستی ما را خب که همین همسایه ها ایدستی ما اوت روز ندارن این زندگی ما رنگ آدم اقلا یه روز میگذره رنگ حیوان رنگ سگر بزار کدی تو یه 120 کیلو بودم زن گرفتم 65 کیلو شدم خوب کدی تو خطر من گوش کن آخی 65 کیلو 100 کیلو 200 کیلو میشی من مالی آخی همون بیچاره فرزند ای خودو چیده بیچاره دستیوی 30 درفته فرزند آخی انا همان تربیت رنگیت طبقه بچه من جو شدی خودی وزنیت طبقه بچه میبینم چی در رو رشنش بشه تربیت بچه در رنگی خطر گب نگیری کچه گردی برد من خطیت زندگی بزار شدم بدا تست که روزه میشکم میگیرم سگره ما میرم با تو بستنی من از اون اینجا بیا رفتیم بچه بیا رفت ها حالا داره چی والا نرسیدیم جینداره همیجه بچه همینجا جینداره همیجه با گفتی آدمو کسی چی آرزو داره دزینه چی کم داره کو همینجا اومدگه جین دیدگه کو با آرزو رسیدگی برای همیجه اینم جوه باید بینیم بیا خبر گیریم خونه جین یا کو تمام
ای بیوی جنگره خلاص آمین خوبه خدا چش کن ممکن آمین نه میگن ترسیدی میبرد نه ترسی نمیبرد تا رفتی نه ترس فهمیدی ما تا برکن نه ترس شیطون نکنی نه ترس اینا بچه هم با فیلم رسیده این همی جو خونه بود این همی جیندارش هم همیجا این جو بود نشان مردم نمیجره با فیلم گفتگی ها نیست آتا کو نمیدونم خیلی خیلی تا اینمو تقدیر میکردیم هم خیلی از اون میکشیم ده حیات نیافتیم بچه میریم که با فکرم اوتا ها اون نه چونیک جینج چونیک کنی اون نتاق دا ای راست میگوی ممکن همون جین داریم چونیک با فکرم ها اوتا تا ببین خنده میگیره با من نبرکی نه انجا بیا از ما میگیریم بچه بی اوتا احتیاج ها مالی دور نرم همه ترسم محل اوتا احتیاج هم موچه من بکنیم تموم دود که ایزه بچه هم دود که دسته چیکا پار جوشی کی؟ ما جین چه خدمت خوجایی؟ جین جان سه خواهشت را اجرا میکنم سه خواهش نه یک خواهش مجرا که ما ایتی دوال نی مرحمت خوجایی جین جان لا بلی خوجایی 10 سال حیات های که شب و روز تره میکنم آوازه و دروازه تره فهمیدم که در همینجا چند کسا کارشا بود کده من برای هوای تره گفتنی اومدم من در خدمتم خوجایی جین جان لا بلی خوجایی من زندگیم به حد بزبر با تو پول درکارم نه پول درکار نه پول درکار نه جین جان چی خوجایی نه من گفتم زندگیم واسبین ماشین درکار نه جین جان من نه خانه میخواهم نه ماشین نه پول آخه خوجایی همه ایمه خانه و ماشین میخواهم پول میخواهم شما چی میخواهید خوجایی انمو میخواستگی مردم من نمیخوام ما ای باری پول و خونه و ماشین گذاشتم نباشد شما چی میخواهید خوجایی جین جان التماس در خاکی پادون برم من و بچه هم ای دستی همون زن سیر شدیم مرا ای غرغر جک همی زنک خلاص گفت ما ای تو دیگه هیچی نمیخوام ای خوجایی نیست آدمه چی میگوی؟ اگر ما ای وقت جک زنک خلاص کرده میتونستم خدم دادرونی چاینیک زندگی میکردم رحیم پروداکشن زنک جان راست شب بگو توی محقولو چی دکاخی توی آخه عجایب اوفیس چی خیلی بخواه سادی چی بیا بچه چو مده چی تو پایان دا توی بود گرم دیجا کدام طرف رو میزودی؟ هم توی پایان گرم توی پایان چا او توی بالا دا یا نمو توی شد که بابورا جا بود که آنا میخله چا میکنی توی پایان سنگا خطی مرا باور نکنه ایبو پرسه بابورا جا بوده باید تاولکسی داره که سنگ ده سبه زنه باور دنیا سنگ زده قدم قربان بیا ما تو دیگه قدم قربان جایی ده بابورا جا باید قدم قربانی تو ده هچالی نه پایان دا که قدم قربان زور خونده این هم من نیبگم بچه حافظی گفتگی دیگه چی نمیخونه بابا رجب گزن لبای تشا وقتی بابا رجب قدم قربان نبود بچه چی دون داوشه آوازتون به چلاق لانسه من رفتیسته بگم قدم قربان زور میخونه خاک این شما یا آدمی کلان در محله با ایما خوبتر حافظا را میشناسن توی بودگی امروز گذری بالا در قدم قربان ما رئیس محله انمی گذرم همه توی دا بودن شما کنش نه توی بالا دم بدم توی پایان دم انا کلی بیست انا قدم قربانم گوش کردم انا ای بابا رجبم گوش کردم خندا شبزن هر دش میخونم ملده توی آواد کردم خب نیکم
بحثی شما را من نفهمیدم شما اگه نیت دارین کدمی همین را کدامش زورای بابا رجب زورای اخی من تو چی میگوی؟ قدم بابا رجب زورای رختم میتونی نه گوش کنه ما دفعه کری هر دو ناراضی برای چی؟ برای کی؟ ای قدم قربان و ای بابا رجب دم در قشلاق زور هست توی آواد کن بچی ما؟ بچه تو کیا؟ بچی ما؟ عبدالرازی قری دنیا غم دل دنیا غم دل غم جون دنیا غم دل غم جون دنیا ما هی عشقم